همین روز ممکن بود شود، دیگه نداریم ما. در دکان منوچهر همین قدر گوشت مرغ مانده است. چند روز اخیر برای آوردن محصولات پیشی وارد کنندگان رفت ولی در انبارها را بسته یافت. همون چیزی که ذخیره داریم همون را فروخته سیم. همون هم ذخیره هم تمام شده است. یعنی 4-5 کیلو داریم. بعد این چی میکنید؟ تمام ممکن است یوان، اکرچکه یا یوان به هم تا مال تاجیکستان استحصال کنند، مال تاجیکستان استفاده می‌بریم. در یک هفته اخیر در بازار و فروشگاه‌های دوشنبه گوشت مرغ کمچین شده، قیمتش نیز بالا رفته است. حالا ارزش 1 کیلو گوشت پای مرغ تا به 19 سومون رسیده است. بیشتر کم تفه ارزان‌تر بود. بالا ماهی 18 سومون بود. ولی 32 سومون. یک میتر. نرخ گوشت بریم. کرچکه که 16 بود، 15 بود. ولی 18 سومون. در شرایط تاجیکستان که 30% اهالیش زیر خط فقر به سر میبرند، تا چند سال پیش گوشت مرغ از محصولات‌های سر استعمال برای قشر کم بضاعت به حساب میرفت. یک بار کمچین و گران شدن این محصولات در حال به میان آمد که 10 روز قبل 3 مسئول نهادهای نظارت برکنار و فروش گوشت مرغ زیر نظارت جدی قرار گرفت. اینجا یکی از کلانترین انبارهای محصولات غذایی در کناره‌های شهر دوشنبه می باشد. تا چند روز پیش از اینجا به تمام پایتخت تاجیکستان گوشت مرغ تقسیم شد، ولی مسئولین انبار میگن هفته پیش با دستور مقامات پشت درهای انبار مهر زدند و مسئولین انبار هم به ما اجازه ورود ندادند. فروشنده ها میگویند محصولات وطنی کم است و با آن نمیتوان طلبات خریداران را قانع کرده نرخ را در سطح معتدل نگاه داشت. مسئولان بازارها کوشش دارند محصولات در خارج استحصال شده، خصوصا گوشت و تخم مرغ را هرچی زودتر از بازار بیرون کنند. تا یک هفته اخیر ما با کارمندان سانیتری بیتوری و کارمندان بازار مهرگان با ماموران یک جای کار کرده. مسئله از بازار برآوردنی مرغ‌های غیر وطنی یعنی غیر استانداردی که با استانداردها جوابگو نیستند از بازار برآورده. بازار ما را همه با گوشت مرغ وطنی تامین کنیم، نه بلکه با گوشت‌های غیر استانداردی که در دولت‌های خارجی وارد می‌شوند ما صدی راه این رو می‌گیریم. مقامات در چند سال اخیر تلاش دارند اهالی را با تخم و گوشت مرغ داخلی تامین نمایند. طبق اطلاع خدمات بیتاری تاجیکستان، طلبات سالانه اهالی کشور با گوشت مرغ حدود 64,000 تن می باشد، اما همساله در کارخانه‌های مرغ پروری کشور نزدیک 2,500 تن گوشت مرغ استحصال می شود. مولا رجب یوسفی شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه.